سلام به همه شما هموطنای خوب و با صفای خودم. دوستان، این چرخ گردون چرخید و چرخید و چرخید، 1 سال از شامورتی بازی های شیخ بنفش گذشت. این حسن کلیدساز بعد 1 سال اشوه های اعتدالی و رمال بازی های آخوندی، حل نهایت چی کف دست نظام علی گدا گذاشت؟ جوابو از شربت مداری بشنوید. وبسایت دویچه وله در تحلیلی می نویسد مذاکرات حاوی نتیجه درخوری نبوده است. دویچه وله تصریح می کند مذاکرات هسته‌ای آنطور که دولت روحانی انتظار داشت در مدت زمان 6 ماهه تعیین شده به امضای توافقنامه جامع منجر نشد. در این میان مهمتر از هر چیز چشمانداز ناروشن این مذاکرات است. حال آینده مذاکرات و دستیابی به توافق جامع همچنان ناروشن و مبهم است. 1 سال تمومه که شیخ فری و آقا جونش اکبر کوسه میشینن و بلند میشن به همین زهرخوری نیمبندشون مینازن. اون وقت تازه بعد 1 سال معلوم شد اینم باد هواست. یادتونه پارسال همین موقع حسن بنفشه رفته بود نیویورک؟ یادتونه فکر میکرد الان با یه تک زنگ همه گره های کور نظام وا میشه؟ درست در لحظه‌ای که ما آماده حرکت به سمت فرودگاه بودیم به من اطلاع دادن که کاخ سفید تماس گرفته با نماینده دائم ما و سفیر ما در نیویورک و آقای اوباما مایل تلفنی چند دقیقه‌ای با من صحبت کنه که خب این کار انجام شد. در همون لحظه حرکت اونها تماس گرفتن با موبایل سفیر ما و این مکالمه انجام گرفت با آقای اوباما. بله، این شیخ فری فکر میکرد قضیه به همین سادگی هاست. یه تک زنگ و یه لبخند استکبار پسند و دیگه تمام. تازه مدعی بود که قدم‌های درست و حسابی هم برداشته. Thank you, sir. Mr. Foreign Minister, Mr. President, you have... متشکرم آقای رئیس جمهور. شما باید آخرین کلامو بگین. گزارش رو شنیدین. آیا این اون پنجره فرصتی هستش که شما دنبالش بودین؟ این اولین جلسه‌ای که تو این سالاس بوده. شما بفرمایید. قدم اول میخواستید اینا برداشتن دیگه. آره، قدمو برداشته بودن، منتها نه به سمت پنجره فرصت بلکه به سمت حنجره زهرمال عظما. بعدم این رئیس جمهور تازه سر از تخم در آورده تا نعلینشو گذاشت تو فرودگاه، نوچه های عظما با لنگ کفش رفتن به استقبالش و از همونجا بود که داستان دلواپسا شروع شد. حالا بعد 1 سال این خود ورقپاره های باند کوسه هستن که میگن هرچی کاشتیم دوغ بوده و بازم راهی جز ادامه زهرخوری نداریم. به هر حال 1 سال گذشته، اما برای 1 سال آینده اعضای دولت حتما متوجه توقعات مردم هستند. به نظر می رسد اگر در سیاست خارجی تحولی رخ دهد، راه برای فعالیت بهتر مدیران باز می شود. اما اگر این اتفاق دیرتر بیفتد، فرصتها از دست خواهد رفت. فرصتها از دست رفته حاجی، حواست نیست. زهر همینه دیگه، خانمان برباد میده. حالا معلوم نیست شیخ فری میخواد این بار واسه سفر به نیویورک تو توبرشت چی بریزه، اما پیشاپیش روشنه که هموطنامون یه تدارک اساسی براش چیدن، یعنی میخوان برن واسش. بله، اون چنان 1 سالگی واسه دست و پا کردن که 35 سالی که خوردید از دماغتون دراد.